بحث آخری هم که ما تو ترمودینامیک محلول ها کلا داریم یه موضوعی، یه مبحثیه که خیلی کاربردیه و تو کنکورهای مکانیک هم و تو کنکور ارشد مکانیک هم این بحث تست داشته. بحث تغییر در خاصیت ترمودینامیکی صرفا به خاطر اختلاط property change of mixing، که اگه من صرفا دوتا ماده رو با هم مخلوط بکنم، ناشی از اختلاطشون خواص ترمودینامیکی میتونه تغییر بکنه. خواص ترمودینامیکی که ماهیتا اکستنسیو هم، مثل حجم، انرژی درونی، آنتالپی و حالا انرژی آزاد هلمهولتز هم تو همین داستان ایناست و انتروپی و انرژی آزاد گیبس. حالا سی پی، سی وی، اینجور چیزا هم تو این حوزه میگنجن. حالا اگر مخلوطی که حاصل میشه مخلوط ایدئال باشه، مثل ما مصداق مخلوط ایدئال دیگه الان آشنا هستیم، مثلا اختلاط چند تا گاز ایدئال به طریق اولا یک مخلوط ایدئال تشکیل میده. یا حالا مثلا دو تا مخلوط، مثلا دو تا ماده مثل بنزین و تولن که خیلی شیمیایی شبیه به هم هستن، با هم حل بشن. نکته مهم اینه که property change of mixing، تغییر خاصیت به خاطر اختلاط، واسه اینا بالا با رنگ آبی هایلایت کرده بودم، نداریم. اگه مخلوطت ایدئال باشه ها، دقت بکنه، مخلوطی که حاصل میشه ایدئال باشه، این خواصشون تغییر ایجاد نمیکنه. ولی برای S و G حتی مخلوط ایدئال باشه هم دلتای حالا جی میکسینگ بهش میگن پراپرتی چنج میکسینگ، یا دلتای اس میکسینگ داریم. نکته مهمیه که میخوایم اینجا با هم بخونیم. حتی اگر مخلوط ایدئال هم باشد صرفاً به خاطر اختلاط، یعنی من دو تا گاز ایدئال حتی با هم مخلوط کنم، تغییر انتروپی به خاطر اختلاط دارم، انتروپی و انرژی آزاد گیبس کل سیستم تغییر خواهند کرد. به چه ترتیبی؟ چجوری علامتاشون، مقدارشون؟ اون حتما همواره دلتا اس میکسینگشون مثبته واسه یه محلول ایدئال، این آیدی یعنی آیدیال دیلوشن محلول ایدئال. دلتا جی محلول ایدئال منفیه، یعنی اگر این شکلی باشه اصلا آ و بی تو هم حل میشن. من میگم آ و بی تو هم حل شدن به این خاطر که آنتروپی کل سیستم افزایش پیدا کرده، یا متناظرا بیانم با انرژی اینه که انرژی آزاد گیبس سیستم اومده پایینتر، سیستم تو شرایط انرژی کمتری وجود داره. این هم یه موضوع. حالا فرمولاش به چه ترتیبه سراغ اثباتش نمیرم. property change of mixing دلتا جی میکسینگ اگه محلول ایدئال باشه میشه RT یه سامیشن XI ln XI، که خب این پکیج حتما یه عبارت منفیه، چون XI یه عددیه بین 0 و 1، ln یه عدد بین 0 و 1 منفیه، این سامیشن منفی خواهد بود، در نتیجه این پکیج کلا رو هم دیگه، چون RT هم که همیشه مثبت، این منفی میشه کلا رو هم. اگر از بحث‌های ترمودینامیک بیسیک به یاد بیارید، رابطه اساسی، حالا این رابطه عمومیه دیگه، دی جی میشد منفی اس دی تی به علاوه وی دی پی. منفی اس همیشه کلا آنتروپی همیشه چه، حالا دلتا اس دلتا جی هم اینا با هم مرتبطن. اگر از انرژی آزاد گیبس به دما تو فشار ثابت من مشتق بگیرم، قرینه آنتروپی به دست میاد. الان شما این رابطه‌ای که اینجا دارید و یه قرینه بکنید به دما مشتق بگیرید، انتروپی در واقع دلتا اس میکسینگتون به دست میاد. این رابطه زرد خیلی تو کنکورها تست، تو کنکورهای مکانیک، که این پکیج مثبت میشه در مجموع. اون منفی که وجود داره در واقع این پکیج منفیه، منفی در منفی مثبت میشه ترم شما، در مجموع این پکیج باعث میشه که منفی مثبت بشه کلا. من ایناشم پاک کنم. این هم از این عامل جدید تولید آنتروپی و طبیعتا برگشت ناپذیری سیستم شماست. این هم داشته باشیم، حواسمون بهش باشه. این آیدی هم از آیدیال دیلوشن میاد، به محلول ایدئال میگن آیدیال دیلوشن، حالا یا آیدیال سولوشن هم میشه. یه چند تا تست از اینا بزنید. حالا این تست البته آسونه، مال 96 ارشد مهندسی شیمیه. میگه یه مخزن صلب عایق داره، همون مسئله معروف و همون قشایی که قشای مسئله پیشرفته انبساط آزاد بود. با از اینا ما مفصلا تو کلاس ترمودینامیک پایه‌مون که مشترک بین مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک بود تست حل کردیم اگه یادتون باشه.
یه سیستم دارید شما، یه قشایی هست به 2 بخش تقسیم شده. حالا اینا تستای دیگه هم هست تو کنکورتون. من خواستم یه دونه بیارم راجع با آنتالپیش هم راجبش با هم صحبت کرده باشیم. یه مخزن داشتید، مسئله رو بذار من بنویسم از نظر اینکه درک بکنیم خیلی مهمه. این مسئله 2 بخش تقسیم شده بوده. ظرف شما 2 تا گاز ایدئال توش بوده، درسته؟ یه قسمت گفته نیتروژن تو دمای T1، حالا اینجا مساوی هم نیستن. یه قسمت دیگه اکسیژن وجود داره. به 2 قسمت تقسیم شده. حالا انگار قسمتاشون تقسیماشون یه حالا مساوی بوده. حالا اونش خیلی مهم نیست. اینور من نیتروژن دارم، اونور اکسیژن دارم اگه اشتباه نکنم، درسته؟ آره. میگه که دماش T1 که فشارش P1 نیتروژن T1 و P1. این یکی چی؟ این یکی در اونجا که اکسیژن هست T2 و P2. خب یا شما این تیپ تستا رو یادتون باشه دما و فشار تعادل رو میرفتیم براش حساب میکردیم اگه وقتی قشا پاره میشد. حالا که قشا گسیخته میشه 2 تا گاز مخلوط میشن با هم، این دما و فشار تعادلش رو به شما داده. دمای فاینال همون اسمشو گذاشته T، فشار فاینالم اسمشو گذاشته P. اگه اینجا از من میپرسید بگو تغییرات آنتروپی کل رو برو حساب بکن، تست سختی میشه که تو تستای بعدی داریم با هم راجعش صحبت میکنیم. اونو نپرسیده، میگه برو به من بگو، میگه اگه فرض کن هر کدوم از اینا 1 مول باشن، مولاشون هم به شما داد 1 مول، اینم 1 مول، خب ایناشون هم به شما داد. میگه برو لطف کن تغییر آنتروپی این تحول اختلاط رو به دست بیار. من اینو یادتون باشه این مسیری براش می‌نوشتم. ناکن هر کمیت ترمودینامیکیتون رو دلتاشو می‌خواید در نظر بگیری. اول فرض می‌کنیم تابع مسیر نیست دیگه، فرض می‌کنیم مسیر واقعیش نیست ولی چون مستقل از مسیر خواص ترمودینامیکیتون اینجوری فرض می‌کنیم. اول فرض می‌کنیم 2 گاز مجزا به تی و پی همون دما فشار فاینال رسیدند، سپس اختلاط یافتند. اینو که فرض بکنم تو آنتالپی حالش خیلی ساده است. البته میگم دلتا اچ کل چی میشه؟ میگم یه بار دلتا اچ مجزا دارم برای N2 گاز ایدئال خود این دلتا اچ O2 دارم، یه دونه هم دلتا اچ میکسینگ دارم که چون این اختلاط من ایدئاله، محلول ایدئاله 0 میشه. محلول ایدئال در واقع مخلوطی از گازهای ایدئال به طریق اولا یک محلول یا مخلوط ایدئاله. مخلوط تو گازها معمولا میگم مخلوط، واژه مخلوط رو استفاده میکنم. مخلوط ایدئال به طریق اولا مخلوطی از گازهای ایدئال، این واقعا خودش مصداق خیلی بارزی از این مخلوط ایدئاله. دلتا اچ میکسینگ ندارم ولی اینا رو باید حساب بکنم مجزا. اینم که گاز ایدئال فقط آنتالپیش تابع دماست، میشه NHCP N2 در دمای نهاییش منهای دمای اولیش، یکی هم به همین ترتیب دیگه مولش CpO2 در T منهای T2 که اینا رو با هم جمع ببندید. حالا صورت سوالتون فکر کنم اومده اینا رو با هم چیز که صفر که نیست قطعا واضحه، یه چیزی شبیه گزینه 4تون فکر کنم بشه دیگه. آره این اونایی که ایناشون هم که 1 مول دیگه، به جای اینا هم 1 بذارم اون تیشو فاکتور بگیرم میشه CP N2 به علاوه CP O2، درسته؟ بعد این میشه منهای T1 CP N2 منهای T2 CP O2. چیزی شبیه این فکر کنم گزینه 4تون باشه دیگه. آره گزینه 4. حالا این از این جهت که این مسیر رو ببینید فقط تستش قشنگ بود، به درد میخورد، ساده است تستش. اینجا نگاه بکنید میگه که من 2 تا گاز ایدئال دارم با هم مخلوط میشن، دما فشارشون یکسانه. اگه این دما فشار یکسان نبود خیلی کار سختی بود. شما باید میرفتید مثل اون تستایی که تو ترمودینامیک پایتون دارید، دمای تعادل، فشار تعادل رو به دست می آوردید، تغییرات آنتروپی واسه گازهاتون رو به طور مستقل فرض میکردید جدا جدا این گازهای ایدئال به اون دما و فشار برسن. چه تغییر آنتروپی دارن؟ آخر سر یعنی میشد 5 تا تیکه. اگه میخواستم دلتا اس توتال رو حساب کنم، دلتا اس توتال تو همچین سیستم‌ها این شکلی میشه یه دونه دلتا اس
گاز مثلا 1 مجزا به فرض کنم به دما فشار همون فاینال برسه که اینجا دما فشارشون یکسانه، دما فشار تعادل خاصی نداریم حساب کنیم. دلتا اس 2 رو هم حساب میکردم. بعد یه دونه دلتا اس میکسینگه، میگم 5 تا ترم میشه به این خاطره که خود اینا 2 تا تیکه داره، یه تابعیت دما داره یه تابعیت فشار داره دیگه. 5 تا تیکه باید حساب میکنم، یه دونه هم تیکه دلتا اس میکسینگ که اینجا چون هم دما و هم فشار هستن اینا اصلا این بخشا وجود نداره، فقط دلتا اس میکسینگتون میشه دلتا اس توتالتون میشه. در واقع دلتا اس توتال میشه دلتا اس سیستم برای دلتا اس ساراندینگ، چون عایق از بیرون دلتا اس ساراندینگ ندارم، این دلتا اس سیستمه که همون دلتا اس توتال هم میشه یه دلتا اس میکسینگ شما فقط که خب دلتا اس میکسینگ هم یادتون باشه میشه منفی آر سامیشن دیگه، دو تا جمع میشه x1 ln x1 x2 ln x2 که اینو اگه دقت کنید با هم سامیشن فکر کنم بهتر میشه منفی آر سامیشن x i ln x اون منفی رو بده این داخل، منفی تو ln بیاد ln رو معکوس میکنه دیگه، داغ آرگومانش میشه r سامیشن اینجوری هم میتونیم بنویسیم دیگه x i ln 1 x اون بنویسیم که این تو گزینه 2 صفر هم که نیست واضحه و همین دیگه گزینه 2 تون میشه. اینم از جواب تستتون. این چند بار دیگه هم تو کنکور دکترای مکانیک باز اومده، سال 95 هم داشتیمش. این آخرین تستیه که براتون حل می‌کنم. اینم بریم سراغش حل کنیم. باز دیگه مشخصه که دما فشارشون یکسانه. تو کنکور مهندسی شیمی تستایی دارید که تو کانال حل المسائل من برید بزنید، مال بچه‌ای هست که تو سر کلاس هم هستن. دوستانی که سر کلاس هستن کانال حل المسائل از تستای مهندسی شیمی دکترا داریم، یه دونه دکترای 95 مهندسی شیمی شما سرچ بکنید، یه دونه هست که شما بدید دما و فشار تعادل اول حساب کنید، فکر کنم فقط دمای تعادله، فشارشون یکسانه یا که شاید فشار یکی از این دو تا است چون خیلی دیگه سنگین میشه. بعد اولا که تابعیت دمایی و تغییرات دمایی انتروپی یا فشارشون یکی از این دو تا هست حساب میکنید. یا دلتا اس میکسینگ هم دارید اینجا. حالا اینش با اینجا بریم سراغش. میگه که مخزن عایق زیر دو تا گاز فلان مثلا اگر قشا پاره شود دلتا اس چی میشه؟ خب الان ما میدونیم دیگه اینجا دلتا اس شما فقط میشه دلتا اس میکسینگ، چون اینا هم دما و هم فشارن دیگه، دما فشار تعادلش مشخصه، چیز مجزایی نیست که بخواد تغییر آنتروپی ایجاد کنه. تنها چیزی که آنتروپی رو تغییر میده اختلاطه که این هم این شکلی میشه منفی آر. فقط دقت کنید این چیزی که ما اینجا می‌نویسیم به صورت اسپسیفیکه به ازای واحد موله. خب بعد گفته که MA و MB کسرهای مولیشون رو میخوام من حساب بکنم. میخوام راجع به حجماشون هم با هم اگر در مخزن عایق زیر دو گاز ایدئال آ و بی توسط قشا از هم جدا میباشند. خب الان شما این نکته دیگه هم، حالا من قبل از اینکه برم سراغ حلش نگاه کن. من الان MA رو بخوام حساب کنم به صورت مجزا میشه PV چون حجماشون هم یکسانه تقسیم بر RT. از نظر مقداری اگه دقت کنین همون MB هم میشه، چون این شکلی هستن ایگرگ، حالا کسر مولی دیگه، ایگرگ آ و ایگرگ بی با هم برابره و برابره با 1/2 یا نیمه. اینم بهش دقت داشته باشید. اینم گفتم بذار بهتون بگم چون اینجا مشخصه سیستمتون هم مولیه کسراتون، حالا با x هم میتونستید نشون بدید. در مجموع دلتا اس شما میشه منفی آر دو تا تیکه دیگه ایگرگ 1 ln ایگرگ 1 که اینا با هم برابرن البته، ایگرگ 2 ln ایگرگ 2 و دقت هم داشته باشید کل مولکولتونم مولکول این سیستم هم حالا با جرم نشون داده دیگه، حالا جرم کل سیستمتونم MA به علاوه MB آخر سر تو اونم باید ضرب بکنم. اینم بهش حواسمون باشه که توش دقت کنیم داشته باشیم. به واحد ازای واحد مولی، ازای واحد موله، حالا مولاشو با ام نشون داده انگار دیگه، حالا اینجوری باید خودتون حدس بزنید گره گوشه کنید. آخر سر تو مولکول هم ضرب میکنم، مولکولتون هم میشه MA به علاوه MB دیگه، واضح یا مشخصا با هم برابرن دیگه. پس مولکولم یا جرم کلم میشه 2M، حالا MA یا MB فرق نمیکنه. بریم هزار به ازای واحد مولش رو به دست بیاریم، میشه منفی 2R چون اینا با هم برابرن دیگه، یکیشون رو بگیرم میشه 1/2
ln یه دوم، اون منفی رو هم توش بزنم میشه ln 2، میشه 2r، این 2 هم با 2 خط میشه 2r ضرب داره، منفی هم باش خط بزنم 2 هم با 2 خط میخوره میشه r ln 2. این میشه به ازای واحد مولش، صفر که نیست مشخصا. جوابتونم تا اینجای کار آر. آره آر منظور ما ثابت جهانی گاز هاست دیگه، حالا این با آر آن نشون داده، فرق نمیکنه، ثابت جهانی گاز هاست. آر ln 2. حالا چی کار میکنیم؟ آر ln 2 رو در آوردیم، این منفی رو دادم تو این ln کردمش ln 2 به جای ln یه دوم، 2 هم با یه دوم خط خون. این به ازای واحد مولشه. دلتا اس شما اکستنسیو مقداری شده شو بنویسم، باید مول کلتون که 2 تا MA باشه رو هم تو این ضرب کنید که این جوابتون میشه 2 MA R ln 2، چون MA با MB با هم برابرن دیگه. 2 تا MA R ln 2 هم داریم اونجا، داشتیم دیگه، جوابش هم داریم تو گزینه‌هاتون، این گزینه 2 تونه. این هم از این گزینه 2. فقط بهتر بود میگفت اینا مولیه، ولی حالا به هر حال جوابشو در آوردیم. حالا ان شاءالله که مفید بوده باشه براتون. این پکیج و این بخش تموم شد. آرزوی موفقیت دارم برای دوستان عزیز. فعلا از حضورتون خداحافظی میکنم.